اما حضور برای نماز جمعه سوال دوم شما بود. دو تا وقت هست، یکی اینکه دخول وقت فرض هست، یک وقت دیگر وقتی است که قبل از وقت فرض حضور پیدا می کنند که در اونجا حدیث مشهوری است از رسول الله علیه السلام صحیح است که فرمود کسی که اول وقت بیاید مثل این هست که یک شتر رو قربانی کرده باشد، کسی که بعد از اون میآید مثل این است که یک گاو رو قربانی کرده، کسی که بعدتر میاد مثل این که یک گوسفند رو قربانی کرده و کسی که دیرتر میآید مثل این است که مرغ رو ذبح کرده است. به هر حال تا اینکه امام میره روی منبر، خطیب اگر روی منبر دیگه این در بسته می شود. این در بسته می شود یعنی اجر جایزه حضور زود برای نماز و این دلیل بر استحباب هست، یعنی سنت هست زود آمدن و مستحب است که انسان زودتر به نماز جمعه بیاید، ولی فرض نیست. اما بعد از دخول وقت هم نزد جمهور فقها یعنی بعد از زوال هست، یعنی در وقت نماز ظهر. وقت نماز ظهر شروع شد، نماز جمعه همون وقت شروع می شود. و اما اگر کسی به نماز جمعه رسید نمازش درست است، اگر کسی به خطبه رسید خب کامل است، اگر کسی به نماز جمعه هم برسه نمازش درست است. اگر یک رکعت رو هم برسد کافی از یک رکعت دیگر رو به عنوان مسبوق می‌خواند.